از اینا برای ماینکرافت موقعیت داری خوب به کار نره که فقط وسایل مورد نیاز اینا هست. پس خب بزنیم بریم. اول بزنیم سیل درست کنیم. این شما اگه میخواید تو خونتون درست کنیم مشکل نداره. در همین شکلی ببینیم اینجا حتما ما اینجانتی تیبل دلخواهی اینجانتی تیبل بعدش اینجا تیبل و تیبل و بعد اینجانتی تیبل کار داریم. اینجانتی تیبل اینجا میذاریم و شمشیرمون رو اینچنت میکنیم و بعد به اونجا میذاریم. سریع باید ترمون صاف کنیم. اینچنت تیبل رو میکنیم. اینچنت تیبل رو میذاریم ببینیم. سریع از تیبل رو اینچنت میکنیم. و در نهایت اصل کار آقای شیشه ببین باید باشه. میدونی چرا؟ چون که قشنگ میکنه کارو. و اینجا دوتا اینجا شیشه همون نمیذاریم. حتما هم دقت کنید که دوتا باشه. بعد استیک و پیستون رو با لید ای سایلانه دردی که خب بچه سری داشتم میگفتم اینا رو میذاری هرچی که رایدی دو سه جان. بعد اینا حالا دوباره اینا رو میاریم. خب سریع اینا میذاریم و سریع اینا رو میکنیم و اینو میذاریم و در پایان استیک بیستونامونو میکنیم و اینا. بفرما حالا برای خوشگلیش ترپتور میذاریم. ترپتورمون رو ور میذاریم اینجا. 3 2 3 سری میزنیم اینجا و در نهایت به پایان میرسیم. اگر از این ویدیو میخواید همین الان سابسکرایب کن.